سلام دوستای نازنینم، چطوری؟ امروز میخوام بهتون یاد بدم که چطوری از این بانکه های جذاب درست کنیم. لازم داریم که از این بانکه ها رو به صورت خام تهیه کنیم که میتونیم جنس سفالی باشه، سرامیک، یا حتی میتونید از جنسای دیگه هم که در دسترس دارید استفاده کنید. مهم اینه که روشش رو یاد بگیرید. اول از همه لازم داریم که رنگش کنیم. قبل از رنگ اینم بهتون بگم که من حتما زیرسازی انجام میدم و حتما یک دست پرایمر رو به کار میزنم. بعد از اون با رنگ اکریلیک شروع میکنم و تمام کار رو رنگ میکنم. رنگ اکریلیک هم که میدونید سریع خشک میشه و کار باهاش راحت تر. بعد از اینکه رنگمون خشک شد احتیاج داریم که از خمیر تکسچر استفاده کنیم که من اینجا از خمیر تکسچر سرامیک استفاده کردم. راستی این گوگولی خوشگلم من با خمیر پاپیه ماشه درست کردم. چطور شده؟ آموزش خمیرم که توی چنل هستش. بریم سراغ ادامه کار. احتیاج داریم که از شابلون استفاده کنیم. شابلون رو با استفاده از چسب کاغذی روی کار میچسبونیم که فیکس بشه و تکون نخوره از زیر دستمون. لایه‌ای از خمیر رو برمیداریم و روی کار میزنیم. اگه خواستید برجستگی بیشتری داشته باشید خمیر بیشتری میزنید. موقع بلند کردن شابلون حتما حواستون باشه که تکون زیر دستتون نخوره و پخش نشه. چند تا نکته مهم در مورد استفاده از شابلون هم بهتون بگم که حتما بعد از هر بار استفاده برید و شابلون رو خوب بشورید. اگه همون موقع شسته بشه شابلونتون عمر بیشتری میتونه داشته باشه و میتونید سالیان دراز ازش استفاده کنید. البته که جنس شابلون هم مهمه. روی درش هم به همین صورت خمیر گذاری میکنیم. اینکه چه مقدار خمیر بزنید و چند تا شابلون استفاده کنید هم بستگی به خودتون داره. میتونید از شابلون های مختلفی استفاده کنید. حالا احتیاج داریم به یه قلموی اون دنیایی که دیگه برای نقاشی کردن خیلی نمیشه ازش استفاده کرد. نوعش خیلی صفره، اصلا از قیافه قلمو بودن در واقع خارج شده، ولی من هنوز ازشون استفاده میکنم. قلممون رو میزنیم داخل خمیر و همینطوری به صورت ضربه‌ای روی کار تق تق ضربه میزنیم. تو جاهای مختلف این کار رو تکرار کنید و اینکه بهتره که کنتراست داشته باشه. یه قسمتی میتونید بیشتر بزنید، بعضی جاها رو اصلا نزنید و در واقع هماهنگی رو روی بانکه یا روی هر بیس دیگه‌ای که دارید حفظ کنید. خمیرتون هم حتما درش رو محکم ببندید و اینطوری نباشه که در خمیر در کل روند کار باز باشه. میتونید یه مقدار خمیر رو بیارید روی یه سطح دیگه بریزید و از اون استفاده کنید که در خمیرتون بسته باشه که خشک نشه.
تا اینجا هم کارمون بسیار زیبا شد و من که راضیم. حالا اجازه میدیم که خمیرمون خشک بشه تا بریم برای مرحله بعدی. لازمه که سنباده بکشیم. سنباده 220 اینجا میتونه مناسب باشه، یا یک کم از این میتونه شمارش کمتر یا بیشتر باشه. ببینید که شما چقدر میخواین که سطح کارتون صاف‌تر بشه. البته ما به بافتایی که ایجاد کردیم احتیاج داریم. میایم و کل کار رو سنباده میزنیم. بعد از اون حالا میخوایم بریم که رنگ اصلی رو به کار بزنیم. همیشه من توی همه آموزشام حتما اینو از من شنیدید که گفتم هر رنگی که دوست داری، چون واقعا آدم کاری که داره انجام میده باید دوستش داشته باشه. پس رنگی رو بزنید که باب میلتون باشه. من یه رنگ آماده شده از قبل داشتم که یه رنگ صدفیه که مقداری بهش اوکر زده بودم. اگه به رنگایی مثل رنگای صدفی یا اینطوری براق طور علاقه دارید، حتما یه رنگ اکریلیک صدفی داشته باشید. بعد میتونید هر رنگی که دلتون میخواد بهش اضافه کنید. یه رنگای خیلی خوشگل براق قشنگی دارن، میتونید بسازید. کل کار رو با استفاده از این رنگ میکنم. بعد از خشک شدن که سریع خشک میشه، میخوایم بیایم با استفاده از وارنیش اکریلیک و پودر رنگ طلایی که داریم یه رنگ طلایی جذاب درست کنیم. یه مقدار کمی از پودر برمیداریم و به همون مقداری که توی تصویر میبینید، داخل فیلم میبینید که من وارنیش ریختم، پودر رو اضافه میکنیم. روش ساخت رنگ با پودر فلزی هم که قبلا تو آموزشا بهتون یاد دادم. حالا میتونید با حتی دستتون، من اینجا دستم امتحان کنم که ببینید حتی با دستم میشه، ولی به خاطر اون زبری که روی کار داره ممکن دستتون یه مقدار اذیت بشه. در واقع میخوام بگم که با هر چیزی که جلوی دستتون هست، حتی دست مبارک و زیباتون، میتونید این کار رو انجام بدید. با دستتون، من با یه تیکه ابر ادامه دادم، یا حتی با قلمو. البته قلموتون حتما باید خشک باشه و بعد اون زهر رنگو و اضافه رنگو ازش بگیرید. ابر گزینه راحت تریه. میاین و ضربه‌ای روی کار رنگو پخش میکنید، ضربه میزنید. اگر هم دیدید که از این پودرا دم دست ندارید، لازم نیست بخرید، میتونید از رنگ طلایی اکریلیک هم استفاده بکنید. خب این پودر جلوه بیشتری داره، ولی میشه که از رنگ طلایی اکریلیک هم جایگزینش استفاده کرد. چطور شد؟ خیلی جذاب شد، خیلی خوشگل شد. حالا شما میتونید برای خونه خودتون از این بانکه های جذاب درست کنید. میتونید برای جهیزیه نوعروسا هم بهشون پیشنهاد بدید و در واقع بفروشید این کارو. اگه کسی داره یه سرویس خاصی تهیه میکنه با یه تم رنگی، میتونید با همون تم رنگی بهش پیشنهاد بدید و اینا رو بسازید براش. مثل همیشه بهتون میگم که من اینجا هستم و هر سوالی که ازم داشتید بپرسید. امیدوارم که لذت برده باشید و تا آموزش بعدی مراقب خودتون باشین. خدا نگهدارتون باشه. حتما لایک و کامنت و سابسکرایب هم بکنید دوستای قشنگم. بای بای.